سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز جمعه 31 اکتبر همراه شما. مقامات یمن گفتند برای آزاد کردن یک شهروند تاجیکستان از دست آدمربایان نامعلوم تلاش دارند، ولی تاکنون کوشش‌هایشان نتیجه نداده است. گلرخسار رفیعی 36 ساله را که به حیث پرستار در یک شفاخانه نظامی یمن کار میکرد، روز 29 اکتبر در راه به جای کارش ربودند. نماینده شرکت طبی درو اکسپرت روسیه که گلرخسار را برای کار به یمن آورده است، روز 31 اکتبر به رادیو آزادی گفت: یگان طلبات هم نوال پیشنهاد نکردند. یک گپ است که شاید برای یگان یاردم طبی باشد. اکنون اونا میگن که چیزی باشد، شاید روز شنبه یا یک شنبه یگان طلبات تقدیم کنند. سفارت تاجیکستان در سعودی متابعه دارد این موضوع را و جهت‌های یمنی ما تماس هستیم برای که این فوق‌العاده است که زن گرفتن. اصلا زن نمیگرفتن در این دولت. بنا به گزارش‌های مطبوعات یمنی ممکن است پرستار تاجیک را جنگجویان سازمان تروریستی القاعده را بوده باشند که در یمن فعال است. این فرضیه نیز وجود دارد که احتمالاً اعضای قبیله‌های عربی گلرخسار را برای توبت یگان زنی بیمار بردند و برمیگردانند. گروه از سیاستشناسان جوان از کشورهای مشترک المنافع در شهر دوشنبه مسائل همکاری‌ها، مشکلات منطقوی و نزاع‌ها در کشورهای سابق شوروی را بررسی کردند. نقش چین در آسیای مرکزی، امکان همراه شدن تاجیکستان به اتحاد گمرکی به رهبری روسیه از موضوعهای دیگر نشست دو روزه اعضای باشگاه سیاستمداران جوان اوراسیا بود که نشست روز 31 اکتبر خاتمه یافت. سیاستمداران جوان از جمله گفتند پیوستن تاجیکستان به اتحاد گمرکی آسان و ساده نیست، زیرا کشور با اعضای این اتحاد مرزی مشترک ندارد. حاضران نشست به مسئله داغ روز یعنی مهاجرت کاری نیز توجه کردند. امروز ما از جمله درباره مهاجرت کاری تبادل نظر کردیم و یادآور شدیم که جوانان زیاد از تاجیکستان برای کار به روسیه می روند. درآمد این جوانان یکی از بخش‌های مهمی بودجت تاجیکستان شده است. سیاستمداران جوان روسیه، ارمنستان و قرقیزستان و قزاقستان و بلاروس آخر امسال در مینسک و مسکو نیز ملاقات می‌کنند. وزیر کشاورزی تاجیکستان گفت در صورت وارد نکردن تخم کارتوشک از جمهوری بلاروس امکان دارد حاصل این زراعت در تاجیکستان کمتر شود و نرخش نیز بالا برود. قاسم رهبر روز 31 اکتبر ضمن بررسی وضع عرصه کشاورزی در حضور وکیلان مجلس نمایندگان گفت بهتر است اگر وزارت مالیه برای خرید تخم بهتر کارتوشک از جمهوری بلاروس مبلغ بدهد، زیرا تخم داخلی حاصل زیاد ندارد. با گفته قاسم رهبر یکی از سبب‌های کم شدن حاصل زراعت در تاجیکستان کم شدن زمین‌های کشت نیز هست. باید در آینده پیشنهاد یکجایی کنیم که ما باید که منع کنیم دیگر دادن زمین‌های آبی، برای که سرعت افزایش تقسیم کردن زمین‌های آبی و ولی همچون سرعت کیهانی رفت ایستاده است. در روی تحلیل 60 سال اخیر سرعت زمین‌گشایی با از روی سرعت سنگکوش. در تاجیکستان سالانه تقریباً 1 میلیون تن کارتوشک جمع می‌آورند، ولی این هم برای احتیاجات داخلی کشور بسنده نیست. در یک همایش بین المللی در شهر دوشنبه متخصصان تاجیک و نمایندگان سازمان‌های بین المللی مشکل مکتب‌های خرد را بررسی کردند که در تاجیکستان بیشتر از 1000 تا است. اکثریت این مکتب‌ها در روستاهای دوردست هستند و در بعضیشان از 10 تا 12 نفر تحصیل می‌کنند. محصلان این مکتب‌های ابتدایی بعد ختم صنف 4 مجبور می‌شوند راه درازی را طی کنند و به مکتب‌های روستاهای دیگر بروند. اکثریت چنین مکتب‌های خرد در نواحی دوردست ولایت‌های بدخشان، ختلان، سوخت و وادی رشت وجود دارند. و گزارش کامل با ویدیوهای دیگر در این موضوع در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.